با سلام به تمام کارگران عزیز کشور و همراهان پویش. با افتخار اعلام می‌کنم که نمایندگان گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار به تعهد خودشون پایبند بودند و ننگ امضای مصوبه مزدی سال 1403 رو نپذیرفتند. ما دیشب در جلسه شورای عالی کار به نشانه اعتراض جلسه رو ترک کردیم تا بخشی از نمایش رسوای سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار آقای مرتضوی نباشیم. آقای مرتضوی با سابقه 2 سال تعیین دستمزد کارگران برخلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده 41 به کارگران عزیز کشور ثابت کردند که کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگدمال شدهشون ندارند. پس در قدم دوم این پویش خواستار اونیم تا مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین موانع تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت یعنی آقای مرتضوی رو استیضاح و برکنار کنه. کشوری که انقلابش با خون و حماسه پابرهنگان و کوخنشینان در دفاع مقدس به ثمر نشسته قطعا لیاقت وزیری رو داره که خودش رو مجری قانون بدونه و به اون متعهد باشه، نه به اون تعهدی نداشته باشه و برخلافش عمل کنه.